عرض سلام و ادب و احترام در خدمت شما هستیم با روش به دست آوردن یکان حاصل ضرب. خب دوستان عزیز، گاهی اوقات دو تا عدد رو به ما میدن و میخوان که این دو تا عدد رو در هم ضرب کنیم و رقم یکان حاصل ضرب رو به دست بیاریم. خب آقا روش چطوریه؟ شاید اصلا دو تا عددمون دو تا عدد 10 رقمی بودن، ما که نمیخوایم بیایم 10 رقمی در 10 رقمی رو ضرب کنیم و نهایتاً به جواب برسیم و یکان رو پیدا بکنیم. برای این کار چی کار بکنیم؟ میایم آقا فقط دو تا رقم یکان عددها رو در هم ضرب میکنیم، یه حاصل ضرب به دست میاد که جواب سوال ما رقم یکان حاصل ضرب میشه. بیایم بریم سراغ مثال. خب دوستان، مثال ما یک عدد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 رقمی در 7 رقمی رو میخواد که ضرب بکنیم و در نهایت رقم یکان حاصل ضرب رو بنویسیم و به دست بیاریم. اما اگر ما بخوایم این ضرب رو، این عمل ضرب رو انجام بدیم، خب بکنم موامون حدوداً رنگ دندونامون میشه. ما روش داشتیم، گفتیم برای به دست آوردن رقم یکان حاصل ضرب کافیه فقط دو تا رقم یکان عددها رو، یعنی 7 و 5 رو در هم ضرب کنیم. 7 5 تا 35 تا و رقم یکان حاصل، البته این 5 من یکم کج و کول است، رقم یکان حاصل ضرب رو به عنوان رقم یکان کل حاصل ضرب در نظر بگیریم. پس بچه ها جواب سوال ما که رقم یکان حاصل کل این ضرب رو میخواد برابر است با 5. به همین راحتی و به همین آسونی با ما همراه باشید تا آموزش‌های بعدی.